زنهای عالمی داریم که واقعا جامعه رو متحول کردن. دوشادوش مرد عالمش و مرد داییش افتاده در جمع خواهرها و بانوان و همه رو جمع جور کرده، دعوت خانه به خانه. اگر ما به دختران امروز پرداختیم و اونها رو تربیت کردیم، فردا پسرای ما همسران خوب دارن و فرزندان آینده ما مادران خوب دارن و جامعه آینده ما عالمان خوب دارن، متفکران و اندیشمندان و بزرگان و رهبران سیاسی، مذهبی، علمی، فکری خوب دارن. و پیامبر صلی الله علیه وسلم صفت زن بهشتی را میگوید، میگوید زنی خوب است که عبادت خدا را به جا بیاورد، حق خدا را ادا بکنه و حق مردش هم ادا بکنه و حق فرزندش هم ادا بکنه. این زن بهترین زنه و بهترین سرمایه است. بچه جنین تو شکم مادر، لوله ناف بچه و مادر به هم وصله، از اونجا خون مادر بچه رو تغذیه میکنه. ما میگیم خون نیست، این احساس مادره، این تفکر مادره، این تقوای مادره، این اخلاق مادره، همش تو این خاصیت خون مادر اینه. در کنار این که غذاست، ویژگی های و خصوصیات و تفکرات و روح و روان مادر تو همون خون هست، به بچه تزریق میشه و بعد وقتی بچه به دنیا میاد روزیش از اونجا قطع میشه. شیر مادر دوباره همون خاصیت داره، این شیر نیست که بچه بزرگ بکنه، این احساس مادره، تقوای مادره که توسط شیر به بچه وارد میشه، به دهان بچه وارد میشه. شما خیلی بزرگید، بزرگترین خدمت رو میتونید به جامعه اسلامی بکنید، به بشریت بکنید. اگر شما در فکر تعلیم و تربیت باشید، در جایی که باید دختر خوب باشید باید دختر خوب باشید، در جایی که باید همسر خوب باشید باید همسر خوب باشید، در جایی که خواهر خوب لازم داریم باید خواهر خوب باشید، در جایی که مادر خوب لازم داریم باید مادر خوب باشید. یک زن 4 نفره، بعضی موقع باید دختر خوب باشه، بعضی موقع باید خواهر خوب باشه، بعضی موقع باید همسر خوب باشه، بعضی موقع هم دیگه باید مادر خوب باشه. یعنی طوری استعمار مادرای ما و زنهای ما را مشغول کرده تو آشپزخونه که اصلا دیگه فرصت تربیت نیست. در روز میبینی 6 ساعت تو آشپزخونه هست، 6 ساعت 7 ساعت تو آشپزخونه هست. خب 7 ساعت هم خوابیده، دیگه چند ساعت میمونه؟ دیگه فرصت برای تربیت هست. مادر رو از شغل اصلی خارج کردن، به جایی که قرآن دستش بدیم کتاب آشپزی دستش دادن. کتاب آشپزی بیشتر از قرآن میخونه. 4 نفر اگر درست بشن فرزند درست میشه. 1 پدر، 2 مادر، 3 معلم، 4 دوست و رفیق. اگر فرزندان ما 4 نفر خوب داشته باشه محاله که بد بشه. اگر معلم خیرخواه و دلسوز تو مدرسه داشته باشه، کافی نیست پدر و مادرت خوب باشه، میره مدرسه، تو مدرسه منحرف میشه. معلم کمونیسته، معلم لایکه، لادینه، ملحده. خیلی بچه ها تا زمانی که ابتدایی بودن، راهنمایی بودن، تو خانه خوب بودن، وقتی رفتن تو دانشگاه
آمده از دین مسخره میکنه، از حجاب مسخره میکنه، از چادر مسخره میکنه، از قرآن مسخره میکنه، از نماز مسخره میکنه، از همه چی مسخره میکنه. پس کافی نیست که پدر و مادر خوب باشه، باید معلمم خوب باشه. این سه تا اگر خوب شدن باید فرزند خوب بشه. نه، فرزند بیشترین حرفشنوی از همسن و سال خودش داره، از دوستش داره، خودش هم باید بخواد. من و تو نمیتونیم کسی رو خوب بکنیم، محاله. من و تو کسی رو ارشاد میکنیم، راهنمایی میکنیم، هدایت نمیکنیم، عوضش نمیتونیم بکنیم. عوض کردن کار اللهه. اینجاست که علما میگوین که دو تا کار باید ما انجام بدیم، یکی دعوت و یکی دعا. دعوت یعنی ارشاد مردم کردن، حرف خیر باشون زدن، تشویقشون کردن، راهنماییشون کردن. این تنها برای هدایتشون کافی نیست، دعا هم باید باشه تا اونها رو هدایت بکنه. پس دعوت و ارشاد و راهنمایی وظیفه علما و مرشدین و پدر و مادر و دوست و رفیق و همسایه و هر مسلمانی است. اما هدایتی که دلش بچرخونه دست خداست، اون دیگه با دعا حاصل میشه. دعای بدون دعوت به درد نمیخوره، دعوت بدون دعا هم به درد نمیخوره.